ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷамқул. гуфтори 59. خصوصیت دیگری اثر در آن ظاهر می‌گردد که راجع به دوران سلطنت هر یک سلاله معلومات دارای خاراکتری سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی فراهم آمده مخصوصیت اثرهای به زبان تاجیکی تالیف گردیده هر دور توضیح می‌گردند. دیگر از شاعران بزرگ این دوره حکیم نظامی گنجوی محسوب می گردد. حکیم ابو محمد الیاس ابن یوسف نظامی گنجوی 1141 1209 از بزرگترین استادان زبان و ادب تاجیکی فارسی است که در شهر گنجه به دنیا آمد و تقریبا تمامی عمری پربرکتی خود را در این شهر به سر برد و سرانجام در همین شهر به عالم پدرود گفت. بغیر از دیوان قصاید و غزلیات خمسه یعنی مثنوی های پنجگانه او مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر یا بهرام نامه و اسکندر نامه که از دو بخش شرفنامه و اقبال نامه عبارت است، در زبان و ادب تاجیکی فارسی به او شهرتی جاویدان بخشیدند. بعد از نظامی با تقلید و پیروی از او در ادبیات تاجیکی خمسه سرایی به حکم عنعنه درآمد و صدها خمسه آفریده شد که از آن میان خمسه امیر خسروی دهلوی و هفت اورنگ عبدالرحمن جامی افضلیت دارند. زبان شعر نظامی نهایت ساده و روان و سراپا پر از ترکیب‌های نو و توصیف‌های زیبا و دلاراست. این چه زبان و چه زباندانی است، گفته و ناگفته پشیمانی است. چون خجلم از سخنی خام خیش، هم تو بیاموز با این عام خیش. پیش تو گر بی سر و پای آمدیم، هم به امید تو خدای آمدیم. نظامی از زمره آن بزرگان زبان و ادب ماست که مردم را همواره به خویشتن شناسی و طلب علم و دانش فرا می‌خواند. دانش طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. در جدول این خطی قیاسی، می کوش
به خویشتن شناسی. تشریح نهاد خود در آموز، کین معرفتی است خاطر افروز. می باش طبیبی عیسوی هوش، اما نه طبیبی آدمی کوش. پالانگری به غایتی خود، بهتر ز کلاه دوزی بد. ذوقی سلیم و سلیقه‌ای بلند نظامی در کلمه سازی و عبارة آرایی دری و کاربستی کلمه ها و ترکیب ها از نام مثنوی هایش بهرام نامه، هفت پیکر، اسکندر نامه، شرف نامه، اقبال نامه و در بطن بیشتری اشعارش از قبیل زباندانی، خویشتن شناسی، درد ستانی، درماندهی، کارکوشا، درازدستی، فرماندهی، تشریح نهاد، معرفتی خاطر افروز، پالانگری به غایت خود، کلاه دوزی بد، خوشنودی دلها، سایه خورشید سواران، رنج خود و راحتی یاران، گنبدی گردنده، تنی نازکی قصب پوش، تاری قصب، هست کنی اساسی هستی، دانای برونی و درونی، مقصود دلی نیازمندان، سرمه کشی بلند بینان و غیره آشکار می گردد. خاطر نشان باید کرد که در امر گستریش زبان تاجیکی، جریان تصوف که اصلاً در عصرهای 8-9 میلادی پدید آمده، در عصرهای 10-12 به اوج اعلای خود رسید، نقش مهم دارد. صوفیان اثرهای خود را به این زبان تعریف نموده، در زاویه و خانقاه ها با پیروان و ارادتمندان خود با همین زبان صحبت می کردند. در نتیجه درباره اصول تصوف و عرفان، همچنین در بابت شرح احوال اهل تصوف چندین کتابی معتبر از قبیل اسرار و توحید محمد ابن منور، نبیره ابو سعید ابوالخیر، کشف المحجوب حجویری، تذکیرة الاولیاء شیخ عطار و غیره به میان آمد. در برابر آثار نثری صوفیه، آثار گران قدری منظوم نیز در مثال سروده های حکیم سنایی غزنوی و شیخ عطاری نشاپوری پدید آمد و تصوف اسلامی با زبان تاجیکی پیریزی گردید. به بیان دیگر، زبان توانمند تاجیکی با امکانات خود توانست عالی ترین و نازکترین مفهوم های عرفانی را دقیقاً بیان نماید و در مقام زبان تصوف اسلامی برگزیده شود. شیخ فریدالدین عطار 1142-43 1229 30 در برابر حکیم سنایی و مولانا جلال الدین بلخی از بزرگترین شاعران تصوف و عرفان شناخته شده است. تخلص شاعری خود را از کسب پدرش که به عطاری و دارو فروشی مشغول بود و خودش نیز در ابتدا
از همین پیشنان میخورد گرفته است. شیخ عطار از ارادتمندان شیخ نجم الدین کبرا و از استادان مکتب حنفیه بود. قسمتی منظومی 4 کتاب که در بین مردم تاجیک محبوبیتی فراوان دارد و کتابی تعلیمی مذهبی به شمار می رود به قلم شیخ عطار منسوب دانسته می شود. می گویند که هنگامی از بلخ به آسیای صغیر رختی اقامت کشیدن، بهاءالدین ولد در نیشاپور با شیخ عطار ملاقات کرد و پسری خردسالش جلال الدین همراهی او بود. شیخ عطار در سیمای جلال الدین خردسال بزرگی دریافت و نسخه از اسرارنامه خود را به وی داد و به پدرش بهاءالدین ولد گفت که این کودک زود باشد که آتش اندر سوختگانی عالم زند. مولانا جلال الدین به اشعار عطار سخت معتقد بود و سخن او را ارج می نهاد. من آن مولای رومیم که از طبعم شکر ریزد، ولیکن در سخن گفتن غلامی شیخ عطارم. عطار در نظم و نثر آثاری زیاد دارد و مهمترین آثار منظومی او دیوان قصاید و غزلیات، منطق الطیر، خسرونامه، مصیبتنامه، الهینامه، اسرارنامه، مختارنامه، فتوتنامه و اثری نثری معروف او تذکرة الاولیا می باشد. زبان شعری او در نهایت سادگی و روانی است. ندارد درد ما درمان دریغا، بیماندم بی سر و سامان دریغا. در این حیرت فلک ها نیز دیریست، که می گردند سرگردان دریغا. فرو ماندم در این راهی خطرناک، چونین زار و چونین حیران دریغا. چون نه جانان بخواهد ماند نه جان، ز جان دردا و از جانان دریغا. همه یاران به زیر خاک رفتند، تو خواهی رفت چون ایشان دریغا. چنان که به مشاهده می رسد زبان شعری عطار ساده و زیباست و در سروده های عطار کلمات و ترکیب های دشوار قریب به نظر نمی رسند. از این خاطر بعضی از سروده های او از جمله قسمت های منظوم 4 کتاب امروز در تاجیکستان وردی زبان هاست. پایتخت سلجوقیان روم شهری قونیه بود. پادشاهان این خاندان در رواج زبان تاجیکی در آسیای صغیر مساعدت نمودند و شهر قونیه به مرکز بزرگی زبان و ادب تاجیکی تبدیل یافت. همچنین
در آستانه حمله مغول یک عده دانشمندان از قبیل بهایالدین ولد، سید ترمیزی، شمس تبریزی و دیگران به این شهر پناه بردند. مولانا بهایالدین ولد با سبب اختلاف نظر که با استادی روحانی محمد خوارزمشاه فخرالدین رازی داشت، در آستانه حمله مغول مجبور شد با بهانه سفری حج بلخ را ترک نموده بعد چند سال مسافرت با دعوت سلطان علایالدین کیقوباد سلجوقی در شهر قونیه مسکن گزید و تا آخر عمر به ارشاد و دستگیری مریدان و شاگردان مشغول گردد. پسر بهایالدین ولد، مولانا جلال الدین بلخی رومی، تولد 1209، که در جمله معروف ترین استادان زبان و ادب تاجیکی و شاعران بزرگ جهان قرار دارد، در همین شهر کلان شد، علم آموخت، مدرسی کرد، وعظ گفت، به تاجیکی اشعاری جاویدانی سرود و در پیرانسالی در همین شهر وفات کرد. ملاقات مولانا جلال الدین با عارف معروف شمس تبریزی در همین شهر صورت گرفت و بر اثر این ملاقات مولانا ترک مسند وعظ و مدرسه کرد و به سرودن شعر پرداخت. دیوانی او که با نام کلیات شمس تبریزی، دیوان شمس و دیوان کبیر مشهور است، از شاهکارهای ادبیات جهان محسوب می شود. موضوع اساسی اشعار مولانا جستجو و دریافت انسانی کامل است که با شیرین ترین لحن و بهترین شیوه افاده و بیان در آثار او تصویر یافته است. بین مای روخ که باغ و گلستانم آرزوست، بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. والله که شهر بی تو مرا حبس می شود، آوارگی کوه و بیابانم آرزوست. زین همرهانی سوست عناصیر، دلم گرفت شعری خدا و رستمی دستانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. مولانا اثر دیگری معروف خود مثنوی را که مولانا عبدالرحمن جامی آن را قرآن در زبان پهلوی
تاجیکی می‌خواند با درخواستی یکی از مریدانش حسام الدین چلبی به یاد شمس تبریزی سروده است، به این معنی که مولانا ابیات مثنوی را بداهتاً می سرود و حسام الدین چلبی می نوشت و این گفتن و نوشتن گاه تا صبح ادامه می یافت، چنان که در این بابت در خود مثنوی اشاره رفته است. صبح شد ای صبح را پشت و پناه، عذری مخدومی حسام الدین بخواه. صبح شد ای صبح را پشت و پناه، عذری مخدومی حسام الدین بخواه. مثنوی از 6 دفتر عبارت است و 25600 بیت را در بر می گیرد. زبان بیان اشعار مولانا از جمله شیوه بیان مثنوی ساده و روان و رنگین و شیرین است. از این جاست که برخی نمونه های اشعار او به فرهنگ مردم وارد شده اند و به صفت پند و اندرز و ضرب المثل و مقال در روزگاری همه روزه استفاده می شوند. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، کز نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح دردی اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگاری وصل خویش. مولانا در کلمه سازی و عباره بندی مهارت و استادی کامل دارد. محققان فراوانی کلمه سازی با پیشوند و پسوند را در آثار او تأکید کردند. اکثری پیشوند و پسوندهای کلمه ساز از قبیل پیشوندهای وا، نا، نه، به، پسوندهای اک، وار، گر، گری، گاه، گه، استان، ای، کده، آنه، چه و غیره که مولانا در ساختن کلمه ها از آنها استفاده کرده است تا به امروز در زبان ما جاری می باشند. مثلا کلمه های بی نظیر و بی ندید دیده نشده. بطن چارم از نبی خود کس ندید، جز خدایی بی نظیری بی ندید. واژه هایی نپاید و نااستا، او نپاید پیش هر نااستا، همچو طاووس به خانه روستا.
کلمه های خسانه مانند خس، صافی و بی اضطراب. خس خسانه می رود بر روی آب، آبی صافی می رود بی اضطراب. کلمه ساخته نیستان. کز نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. کلمه های ساخته عیبستان و غیبستان. زان که نیمی او ز عیبستان بود، وان دیگر نیمش ز غیبستان بود. بعضی از محققان در خصوص کلمه سازی مولانا با پسوندی لام که شاید گونه تحریف شده یا محلی پسوندی دان به معنی مکان و فراوانی است، در 3 کلمه تریاکلان، نمکلان و معنیلان اظهار نظر کردند. در نمکلان چون خری مرده فتاد، آن خری و مردگی یک سو نهاد. در این بیت کلمه نمکلان احتمال به معنی کانی نمک یا زمینی شوره کاربست شده است و نمکلان اصلاً نمکان است، ولی از بس که تشدید حرفی که یعنی در یک کلمه پس هم 2 بار تکرار آمدن این حرف تلفظ کلمه را دشوار می گرداند، مولانا آن را در شکل نمکلان آورده است. کلمه سازی مرکب نیز در آثار مولانا دایره کاربرد فراوان دارد. مثلا کلمه های مرکب اول بین و آخر بین. هر که اول بین بود اعما بود، هر که آخر بین چه با معنا بود. شما گفتاری 59 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، زبان ملت هستی ملت، تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.